الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بنده پیام دارم برای ریبسرایان و مخلصانشان که امروزها در بین آنها رقابت خیلی بزرگ به وقوع آمده است. حتی در بین خود ریبسرایان هم چنین حالت را دیده می شود. از کامنتری های فحش مخلصان برای همدیگر و پهن شدن بعضی نوارهای جوابی از طرف بعضی ریبسرایان می توان این را نتیجه گیری کرد. برادر و خواهری که با ترانه و سرودخوانی و ریبسرایی خود بزم و محفل‌های را برپا می کنید که خدا و آفریدگار شما از آن راضی نیست. شما با این کار خود جوانان این امت را به فساد و بی‌حیایی می کشانید و سببگار آن شما می شوید. بترسید از آن روزی که در پیشگاه خداوند ایستاد می شوید و از این کردارتان پرسیده می شوید ولی جوابی نمی یابید. بترسید از آن روزی که هیچ یکی از مخلصانتان به داد شما نمی رسند. قسم به خداوند که به خاطر پول و مال دنیا خداوند به همتا را ناراض کرده به غضب آوردن عاقلانه به نظر نمی رسد. بترسید از خداوند و روز حساب و پاداش این کارهایتان را فراموش نکنید که البته برای به گمراهی و بی‌حیایی کشاندن جوانان این امت پرسیده می شوید و آنجا جوابی نمی یابید. برادر و خواهر آوازخوان و ریبسرا، از این کار گناه دست بکش و آن را ترک کن. البته خداوند در عوض آن یک چیز بهتری را برایت می دهد. امام احمد با سند صحیح از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرده اند که می فرماید هر چیزی را که تنها به خاطر رضای الله ترک کنی خداوند در عوض آن یک چیز بهتری را برایت نصیب می گرداند. پس اگر با وجود اینقدر دلیل ها برای حرام بودن موسیقی باز هم قبول نداشته باشی و از این کار گناهت توبه نکنی، من برای تو این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیان می کنم که فرموده اند حبک الشیء یعمی و یسم، رواه ابو داود. یعنی آن چیزی که دوستش می داری تو را کور و کر می کند که دیگر حق را نه می بینی و نه می شنوی. یعنی درباره موسیقی و این بزم و محفل‌های شما هر قدری که تنقید و مذمت کنند و حرام بودن آن را از قرآن و حدیث‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کنند، باز هم شما حق را نه می بینید و نه می شنوید. من قصد اهانت به هیچ یک ریبسرا و نه به هیچ کسی از مخلصانشان را ندارم. حتی نمیخواهم نام هیچ یکی از آنها را در اینجا یاد کنم. مقصد من تنها برای این برادران رساندن سخن خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم است که این وظیفه هر یک فرد مسلمان است که برادرش را از کار گناه باز دارد. این پیام من نه تنها برای ریبسرایان بلکه برای تمام آن نفرانی است که سرایندگی می کنند و با صوت و سرودخوانی و بزم و محفلهای موسیقیشان پروردگار عالمیان را ناراض کرده به غضب می آرند. از همه بدترش آن که در بزم و محفلهای آنها زنان رقاصه با لباسهای تنگ و نیم برهنه رقص کرده صدها مرد را بیقرار کرده به گناه می کشند. برادر و خواهری که به سرایندگی و یا ریبسرایی مشغول هستی و این کار خود را مایه عزت و آبرو می دانی و برای خود کسب و هنر گرفته ای، فراموش نکن که با این کردار ناپسندت هم خدا و هم پیامبرش صلی الله علیه و سلم را ناراض می کنی و تنها شیطان را خوشنود می کنی. سرودخوانی همراه با موسیقی در اسلام حرام و کاری خیلی زشت و ناپسند است.
حرام و ناجایز بودن این موسیقی از آیات قرآنی و حدیث های گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است. اما سرودخوانی زن زیاده زشت و ناپسندتر است و سببگار لعنت خداوند می شود، چون که آواز زن مفتون کننده و جذاب است و مردان را بیقرار می کند و هر مردی که به این زن نظر کند آرزو می کند که در برش باشد. اما اگر بدون موسیقی تنها سرود خواند، به شرط اجازت است که در وصف زنان و یا معشوقه و یا در موضوعهای بیخدایی نباشد و در آن تحقیر و اهانت به دین و بزرگان دین و دیگر مقدسات دینی نباشد. اما اگر در آن دشنام و حقارتهای فحش و یا اهانت و تحقیر به کسی باشد، خواه با موسیقی و یا بی موسیقی هرگز اجازت نیست و گناه بزرگ است. به مثل ریب سرایان که در آنچه که می سرایند دشنام و حقارتهای فحش وصف زنان و معشوقهشان است که این کار فاسقان است. اکنون می پردازیم به بیان دلیل هایی که بر حرام بودن این موسیقی دلالت می کنند. چون که سرایندگان و ریب سرایان سرود و ریب های خود را همراه با موسیقی می سرایند. از همین جهت خیلی ضروری است که اولا دلیل های حرام بودن این موسیقی را بیان کنیم. دلیل از قرآن کریم این است که خداوند در آیه 6 سوره لقمان می فرماید: استعیذ بالله و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. یعنی در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان بیهوده‌اند تا بدون هیچ دانش مردم را از راه خداوند گمراه سازند و آن را به مسخره گیرند. آنان عذاب خار کننده ای دارند. در این آیت بنابر تفسیر حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود و حضرت جابر رضی الله عنهم اجمعین، مراد از لهو الحدیث غنا یعنی سرودخوانی است. ابن مسعود صحابی جلیل القدر رضی الله عنه فرموده است: لهو الحدیث به خدا سوگند همانا غنا است، یعنی ترانه و سرودخوانی است. این صحابگان جلیل القدر معنی لهو الحدیث را ترانه و سرودخوانی تفسیر کرده اند، اما جمهور صحابه و تابعین و مفسرین آن را به معنی عام تفسیر کرده اند، یعنی هر آن چیزی که انسان را از یاد خداوند و از ادا کردن واجبات دینی و دنیوی باز دارد، آن لهو الحدیث به شمار می رود که در آن همین ترانه و سرودخوانی و اسبابهای موسیقی نیز شامل است. اگر با ترانه و سرودخوانی اسباب موسیقی به مثل رباب، سرنی و غیره همراه باشد، حرام بودن آن بیشتر است. اما موسیقی که امروزها می نوازند صدها مراتب بیشتر کاری رباب و سرنی را انجام می دهد. پس کمی اندیشه کنید که این بزم و محفل های شما و این سرودخوانی و ریبسرایی شما از نگاه اسلام حرام و ناجایز است و غضب پروردگار را می آورد. در روایت امام بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده اند: لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. رواه البخاری و ابو داود. یعنی از میان امت من کسانی خواهند بود که زنا و پوشیدن ابریشم و نوشیدن شراب و نواختن اسباب موسیقی را حلال می شمارند. یعنی این چهار چیز که حرام است آن را حلال می شمارند. ابن تیمیه رحمه الله در منهاج السنه جلد 3 صفحه 439 فرموده است: امامان چهار مذهب
یعنی امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله بر حرام بودن نواختن اسباب موسیقی اتفاق نظر دارند. و نیز در اغاثة اللهفان روایتی از حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نقل کردند که می فرماید سرودخوانی و اسباب موسیقی در قلب انسان نفاق و درویگی را می رویاند، همچنانه که آب گیاه را می رویاند. علاوه بر این ده ها دلیل است که بر حرام بودن موسیقی دلالت می کند. این بود دلیل های برای حرام بودن موسیقی که با آن شما سرودخوانی و ربسرایی می کنید. اما در این سرودخوانی و ربسرایی شما باز ده ها کارهای حرام دیگر است که برای همه آنها را بیان کردن وقت زیاد لازم است. از قبیل رقص زنان نیم برهنه و لوچ، اختلاط و یکجایگی زنان و مردان بیگانه و غیره. ولی به فکر من همین قدر که گفتیم برای انسان عاقل و مسلمانی که بر روز حساب و جزا باوری دارد کافی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست. ز ثروت سرکش و مغرور و مستیم، دل خود را به دنیا سخت بستیم، به ظاهر اسم ما